صبح بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبه. این روز اینه سحر که فریزه بیدار شده، ما محواش بیدار کردم. این خسته برای ما تیار کرده میبرم. محواشم فریزه هم دست دیگه میمونم با میام. صبح بخیر نمیکنید شما؟ صبح بخیر دوستان عزیز، ما بخیر. امروز کجا؟ سدید نه خلاص محواشم میبریم با میسپریم، بعد فریزه رم در یک قسمتیم با میویم. این کروتویا رو بیا که دستاشون در کیسه انداخته. اگه کیسه نمیگیرن تو باید بگی آخه سلمی نگاه باید تو السلام بگی. چی نمیگی بلا یاد نره شادی کده دویسه. محواش لباساش پوشیده استه. فریزه با گریه. محواش ما گریه کنه نمیرم. سادی گفته ای گریه کده سه ما میستم ده. سادی گفته دوستای عزیز اینجا باشه سونیا را گسل کده استیم. اینجا کتابای سولنگش ببر گفته بودم. اینجا فریزه شوخی بازی کده است. باید دو صورت میگرفته برای دنیونیکش، برای روزنامهش. برای ما اومدیم اینجا صورت گیرخانه. یک صورت 3-4 میگیریم سونیا را و با گسل میکنیم که سونیا به خانه میویم نصیب باشه. خیلی هم فریزه موندگیم دیگه تمام. ما پیش محواش در رسیده استیم. نه محواش لباساش پوشیده تیار شده بوده. تمام؟ خود شعر تو بخوان خوشم. شعر بخوان. چه؟ نه بخوان صبح دیکو. بس خرگوشک جانو بخوان. خرگوشک جانو. اصلا خرگوشه که میتونم. خوری رو بینید. چی خونده دست دیگه؟ ها؟ یکی ما یاد میگیریم. یکی ما یاد میگیریم. ماماش نمیگفته مونه. ما خودان یاد بگیریم. نکو خلق خلق. دوستای عزیز و در بیگه میخوام برای کودککم یک اقیق مستوه کنم. نکیم گوشتی استغاندارای میده میده ریزه نکردم. خیلی میاندازم میپزه. مکتب سرشدگی اوقاتی بسازی هم نکردیم برای که فارغ نمیویه. ابیتیو در خود نکردیم ده فارغ ابیتیو نمیویه. سونیا دیرتر میخزه. یک بار چای میخورم میروه. محواش نیسته. یک مقتی فریزه اردمان اگر طاقه مونده مزه نمیکنه. اوقات هم گفته همینجا کم ترک اوقات میکنه. مازی یک اوقاتی کم ترک هم خیلی بکنم. با آخران دخواه نشون میتیم. از همه میندارم که ما را دستگیری میکنید. در کامنتار یک پای خوب مینویسید. هم خیلی دختم همشه. از میندارم از همه که ما را دستگیری میکنید. در کامنتار یک پای خوب مینویسید. بسیار پرسیدید سونیا فارغ در مکتب روسی میخونن. بله در مکتب روسی میخونن. اردشان برای تاجیکی را سوز شروع نمیدونن. ایمی سبب در مکتب روسی میخونن. محواش خیلی صدیق رفت آمده است. چه خیلی که ویدیوش مونده استم. خرسنده زیغ نیسته. تا قمی فریزه گیریه میکنه. تمام برای پش اپوش اکش آموخته شده. علاقه کتشون برای امو کم ترک زیغ میشه. تمام. دوستانی عزیز اینم خیلی خوراکمون جوشیده است. در پس موندگیمون یکم خوش رو جوشیده است. در اینجا ویدیو را به پایان میرسانم. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهدار هر یک ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز.
خیلی زیده ریحان و پیون با میپرتم شد